اون قسمت که ما رفتیم خروجی رو دیدیم فاضلاب بود قشنگ. چجوری تصمیم شد؟ شما اگه خروجی ما رو ببینید دقیقاً مثل آب زلاله. ببینم چی وارد کارون میشه. نکن ای وارد کارون میشه با این کیفیت. فاضلابتون کجاست الان دقیقاً؟ اون قسمت هست زیر درخت برسه. خب یه شاخشه که مثلا میره تو رودخونه. راستش باورم نمیشد فاضلاب بیمارستانی اونم توی کارون. با اطلاعاتی که از این جلسه به دست آوردم پیگیر شدم تا آزمایشات پساب خروجی بیمارستان ها رو بررسی کنم. اینا میشه بگیریم تصویر؟ نه نگاه کنیم مدیریتمون از همینجا من چک میکنه اجازه نمیدم. مگه ما اینجا جرم بنابراین شما میتونید به اونا برو بگو رفتی بیمارستان. آره اجازه به اون ندادن. الان ما این آزمایشات که شما انجام بدید میتونید ما آزمایشات رو به تصویر بشید. ما قانون آزمایشات رو نمیتونید اختیار کنید. قانونه. وقتی از یکی از بیمارستان‌ها درخواست نتیجه آزمایش پساب خروجی فاضلاب کردیم، به نکات جالبی پی بردیم. اودوتون 200 بوده برج 29. نه 24. در حالی که عدد میزان خروجی فاضلاب با کمی دستکاری از 244 به 24 تبدیل شده بود، در حالی که میزان استاندارد خروجی فاضلاب حداکثر 100 است. کاغذ آزمایشی که در اختیار ما قرار دادن خب یکم با دستکاری فکر کنم، چون عدد 240 رو اینجا 24 آقای فرد این شما میتونیم پیگیری کنیم. با استعلامی که از اداره آب و فاضلاب خوزستان کردیم، شک ما از دستکاری آزمایش به یقین تبدیل شد. ما بیمارستانی هستش در 244 که مثلی که مخدوش شده 24 این گزارش داده شده. در این میان جواب رئیس گروه بهداشت محیط استان شنیدنی بود. 19 تا بیمارستان داریم. از این 19 تا بیمارستان 17 تا سیستم تصفیه فاضلاب فعال دارن و آنالیز. فعال دارن یا استاندارد دارن؟ فعال استاندارد. حرفای رئیس گروه بهداشت استان در حالی شنیدنی بود که آمار محیط زیست چیز دیگری را نشان میداد و آن مقدار CO2 پساب فاضلاب بیمارستان‌های مختلف اهواز بود که از حد مجاز بالاتر بودند. اون چیزی که ما داریم میگیم بهترین، باید لوله آزمایش با استانداردها بگه بهترینه. نه شفاهی من، نه کتبی او، نه حرف او، نه حرف من. دستگاه ممکنه دچار اشکال بشه برای یه لحظه در اون زمانی که این دستگاه به حساب سیستمش غیر به حساب فعال بوده نمونه برداری انجام گرفته. ما بیش از 40 بیمارستان 100 تا استان داریم، نه همه دارن کار میکنن مشکل خاصی نشن. 8 تا مورد اختلاف نظر هست که ان شاءالله تا هفته دیگه معلوم میشه یا نظر محیط زیست درست یا نظر بهداشت درمان. من هیچ وقت هم چیزی نمیگم اگر آلودگی نباشه. من چرا میام برای بیمارستان اخطار دارم میدم؟ بیمارستان اروند، آقازاده، آیت الله کرمی، رازی، مهر، امیرالمومنین، سینا، فاطمه زهرا، شهید بقای آریان همه اینا رو اخطار دادن. اینا مشکلش هست یا من و لطف کنید آخرین اطلاعات رو، چون من اطلاعات جالب اینجاست که رئیس مرکز بهداشت استان از مکان بیمارستان‌های زیر نظر خودش هم خبر نداشت. بیمارستان امیرالمومنین 32394. امیرالمومنین کجاست؟ خب امیرالمومنین حساب اندیمش که 194 سپیدار امیرالمومنین. امیرالمومنین اینه همین درسته. اما مشکل آلودگی رودخانه کارون فقط به پساب فاضلاب بیمارستانی محدود نمیشه، چرا که مشکل پساب فاضلاب کشاورزی و صنعت شهری هم برای رودخانه کارون خطرناکه. یعنی فاضلاب داره ماهیگیری میکنه؟ بله ماهی هم داره؟ ماهی هم هست. بله ماهی هست. دقیقاً اکثر آقایون هم که میان ماهیگیری میکنن دقیقاً همون نقطه‌ای که فاضلاب میان، برای اونجا مغذیه. این آلوده تا نزدیک خرمشهره. ما از این آب داره میخوریم. این ماهی که گرفتی آلوده نیستش به نظر؟ این آلوده نمیشه. اونجا داره ماهیگیری میکنه. چیزی خیلی صحنه بدیه ولی متاسفانه اتفاق داره میفته. با ادامه دادن ساحل رودخانه کارون به منطقه‌ای به نام گاونیش‌آباد رسیدم که دقیقاً پشت یکی از بیمارستان‌هایی بود که پساب فاضلاب خود را مستقیما وارد رودخانه کارون می‌کرد. تعال احمد. آزمایش کردن گفت آقا این گوسفنداتون گاواتون از این آب نخوره. گفت بابا چی میگید؟ ما داریم خودمون رو می‌خوریم. اینی که شما ربطش میدید اون آب داره این میخوره، این آب در اون حد آلودگی نداره که کشندگی داشته باشه بخواد حیوان از اون نتونه استفاده کنه. اما کمی جلوتر رسیدیم به پمپ آبی که از رودخانه کارون آب میکشید. کجا میگیریم آب؟ از کارونی. میکشیم برای باغا. این لولشه؟ این هم لوله آبیه که از رودخانه کارون وارد کشتزارهای سبزی خوردن میشه. در این میان 1,100,000 هکتار از زمین‌های کشاورزی سالانه از آب کارون بهره میبرند و سلامت بیش از 63 نوع محصول که با آب آلوده رشد میکنن رو به خطر میندازه. کارون به بزرگترین استخر فاضلاب تبدیل
تبدیل شده است و آلوده بودن آن سلامت مردم این استان را با خطر مواجه ساخته و هیچ کس جوابگو نیست. آب را گل نکنی. در فرودست انگار کفتری میخورد آب، یا که در بیشه دور سیرهی پر میشوید، یا در آبادی کوزهی پر میگرد. آب را گل نکن.